بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، برای بخت گشایی عزیزانی که مشکل بخت دارن، مشکل ازدواج دارن، میتونن روشی که میگم رو انجام بدن. دوستان، برای گشایش بخت باید شما از 7 مسجد از هر کدوم مقداری آب تهیه کنید. سپس این آبها رو با هم مخلوط میکنید. بعد سوره یاسین رو 7 مرتبه باید بخونید. منتها با هر رسیدن به کلمه مبین آیه 57 سوره مریم رو 41 مرتبه تلاوت میکنید. بعد با مقداری از این آب روز اول غسل میکنید و به مدت 7 روز روزانه از این آب میخورید. انشالله که بخت گشایی انجام میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.